سوالتان پیشنهاد کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد دو سوال است اما از موضوع بیرون اگر اجازه باشد میدیم، اگر اجازه نباشه وقتتون نمیگیرم. فرمایید. در حاجتخانه ها، در حمام ها وقتی که سلام میتین علیک گفتن یا که سلام دادن درست است؟ یک سوال. دوم سوال، وقتی که هم در حاجتخانه و حمام یگان فکر در سر ما میزند، اگر در دیگر جا باشیم میگوییم که ان شاء الله یا که خدا خواهد. در حاجتخانه ها زبان نمیگرد همین گپا گفتن، میگم که اگر بزرگ خواهد نه که منظورم اون الله است، همین جایز است؟ تو که ان شاء الله خدا خواهد گفتن یگان باقی ندارد در حمام و حاجتخانه ها. در حاجتخانه عموما گپ نزنید، برآمدید بعد، اما در فکر گپ گذارد و هیچ گپی ندارد. در فکر هیچ گپی ندارد و در زبان ممکن نیست. بنابراین سببی پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از حاجتخانه می برآمدن غفرانک میگفتند، چه خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است. غفرانک یعنی الله مرا ببخش، گناه مرا مغفرت کن. برای چی؟ علما میگن که برای ذکر نکردگیشان، برای اینکه یه مقدار ذکر نکردن، برای اینکه معذور بودن در داخل حاجتخانه. ذکر ممنوع است، حرام است. الله تعالی پاک است که نام او در آنجا ذکر شود. برای همین استغفار گفتند. خیلی بعضی علما میگن که این برای آن که طعام خوردیم، الله تعالی رزق را داد، اعضاها آن را استفاده غذا خورد و برای قوت شد برای جسم، باز الله تعالی راهی برآمدش آسان کرد، از همین چیزی نجاست و ضرر و محض زهر خلاص خورد. برای شکرانه همین نعمت‌های ما به جا آورده نمیتونیم، برای همین استغفر الله، برای همین ای الله گناه ما را بخش. معنای غفرانه که همین است گفتن بعضی ها. به هر حال در حاجتخانه نام الله تعالی را ذکر کردن، حالا آن طرف است گپای دنیوی گفتن منع است. گپی کوچگی، گپی دنیوی هم منع است در داخل حاجتخانه. بنابراین کسانی که تلفن کتی میدارن حرکت کنید، تلفن کتی ندارید. جو بسیار میشینید بعد جینا ضرر میرسونند. بچه‌هایی که تلفن کتی حاجتخانه میدارید بسیار میستون، ترستون از الله تعالی هم که با سرتون یگان بلا نبیاد. بله. خب اینجا یک در فکرم با سوال دادنم یادم. خالی سوال دیگه. سلام علیک نگیریم یعنی؟ نه نگیرید، برآمده بعد میگیرید. چی سلام داد شما آخر؟ در کارخانه کار میکنیم که مثال در همون درونی همون حاجت می‌آوردیم، در همون جای دست میشوی که همش همون حاجتخانه جای دست میشویگیش هیچ گپی ندارد. در حاجتخانه که برآمدید اونجا الکی حکمش دیگر است. اونجا ممکن است جای دستشویی الا اگر همون جای دستشویی دیدن قضای حاجت جاش باشد. من دولت‌های مثلا اکثری اروپایی و روسیه و خیلی جای دست میشویگی دیدن هست می، اگر جای قضای حاجت را استفاده میکردگیش دلیل اونجا ممکن نیست. نمیگیرید، بریم و برونده بعد علیک میگیرید.